در ناحیه باباجان غفورов مسابقه ولایتی اوید با بادمینتون برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی بیش از 100 نفر ورزشکار از شهر و ناحیه‌های باباجان غفورov، خوجند، اشت، اسفراده، وشتیج و استقلال اشتراک و مهارت سنجی کردند. مسابقه با مقصد بلند برداشتن ملکه و مهارت ورزشکاران و معین نمودن دسته منتخب ولایت جهت اشتراک در مسابقه جمهوری که از 27 تا 29 آگوست در شهر دوشنبه برگزار می شود راه اندازی گردید. نمودی بادمینتون در ولایت سوخت خیلی رونق یافته شده. حالا 4 نفر ورزشکاران ما در دسته یکیچینی جمهوری اشتراک کرده. در ماه سپتامبر که چمپیونات آسیای مرکزی شده میگذرد، نام‌نویس شدگی میباشند. ما کوشش کرده شدیم که ورزشکاران تیار کردهمان در مسابقه بین المللی، جهانی و المپیاد اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارند. مسابقه در نمودهای انفرادی، جفتی آمیخته و دستوی جریان گرفته. ورزشکاران برای راه یافتن به تیم منتخب ولایت مهارت و ملکه خود را نشان دادند. مورد با ذکر است که عین زمان نمود بادمینتون در ولایت سوخت رشد و رواج یافته ایستاده است. حالا 3 نفر ورزشکار بهترین ولایت در هیئت دسته منتخب کشور اوید با بادمینتون شاملند که از زحمت و تلاش مربیان بادمینتون ولایت شهادت می‌دهد. مسابقه ولایتی اوید با بادمینتون در سطح بلند تشکیلی جریان گرفت و در نتیجه در هیئت دستوی ورزشکاران دسته‌های ناحیه اشت، شهر خوجند و ناحیه باباجان غفورov صاحب 3 مقام فخری شدند. همچنین در رقابت‌های انفرادی جفتی آمیخته غالبان معین گردیده بهترین ها به دسته منتخب ولایت شامل کرده شدند.